دوستان عزیز، روزی در فیسبوک یک ویدیو تماشا کردم. باور کنید دوره های همان جوانی هایی که در دهات زندگی میکردیم یادم آمد، دل جگرم ریخت. در حقیقت یا زمانی که در دهات اقامت داشتیم، یک آداب و تعلیم و تربیه در یک موقع معین قرار داشت. در حقیقت همین نوار اول ببینیم، وقتی که مثلا یک کلانسول میگذاشت، یک آموزگار میگذاشت، دستی همه پیشور السلام علیکم بود. حالا متاسفانه با پیشت بخشش زیاد اینگه به همه وابستگی نداره. با بعض نفر ما اگر پدرمون گذارد سلام علیک نمیکنیم. برای همین نواره که من دیدم خواستم که شما هم ببینین که اول تعلیم نه، اول تربیه بعد تعلیم می شود. تا زمانی که ما تربیه خوب نداشته باشیم تعلیم رو از خود کردن چی نمی توانیم. از این خاطر اگر که همین نواری تماشا کردگی شما به شما کمی هم پسند بیاید، در کامنتاری فکر و عقیده‌تون رو نویسید. از همین روز سر کرده ما باید احترام خاصه با بزرگانمون، احترام خاصه با آموزگارانمون. باور کنید که این سیستم بین سیستم مشکل است. با کلانسالانمون، با پیرانمون احترام خاصه پیدا سازیم. اگر که ما همین کار رو کنیم باور کنید که عجایب توش می شود. کو رفتیم شما هم یک فکر و عقیده‌تون رو در کامنتاری نویسید. بعد از اون باز من یک فکری دیگر دارم، حتما این فکرم رو نیز به شما گپ میزنم.